لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستیم که در هر گوشه این جهان که هستید الله سبحانه و تعالی یار و نگهدار شما عزیزان باد. با اولین قسمت از برنامه امامان وهابی شیعه در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که در طی چند هفته گذشته مژده این برنامه رو از طریق اعلان در شبکه جهانی وصال حق دیده و شنیده بودید. در این برنامه ثابت خواهیم کرد که امامان شیعه، امامانی که شیعیان اونها رو ائمه دین و خلیفه بلافصل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تعیین شده از طرف الله سبحانه و تعالی میدانند، وهابی بودند. وهابیت همانطوری که در شبکه‌های رسمی شیعیان در ایران و ماهواره هایی که در کشورهای مختلف به نفع این مذهب باطل و ساخت پرداخته عبدالله ابن سبع یهودی تبلیغ می‌کنند، مانند لولو خرخره‌ای است که مسلمانان را از دین، از اسلام و از سنت پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله اون دور می‌کنند. ما در این برنامه ان شاء الله در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود و با ایشان انشاءالله ثابت خواهیم کرد که امامان شیعه از علی ابن ابی طالب گرفته تا حسن عسکری و اون 12می که ما اعتقاد نداریم که تا هنوز به دنیا آمده، همه اینها وهابی بودن، یا اینکه محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه تابع اهل بیت بوده، یا اینکه اهل بیت همون عقیده ای رو داشتن که محمد ابن عبدالوهاب که به عنوان مؤسس مذهب وهابیت معرفیش میکنن همون عقیده رو داشته. من قبل از همه خیر مقدم میگم به حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان، خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بنده هم در نخستین برنامه خدمت جناب عالی و همچنین تمام شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم و امیدوار هستم که الله متعال آنچه را که نزد پروردگار حق و حقیقت هست ما را همه توفیق گفتن و شنیدن و عمل کردن بر این عقیده و بر اصل ایمان انشاءالله موفق بگرداند. و همان گونه که جناب استاد هم اشاره فرمودند، عقیده‌ای که اهل سنت و الجماعت داشتند دقیقاً همان عقیده‌ای هست که رسول الله داشته، اصحاب بزرگوار ایشان داشتند، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند و بعد از نسل اول و نسل دوم ائمه مسلمانان این عقیده را داشتند. امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل و محدثین اهل سنت و الجماعت امام بخاری و مسلم و بقیه ائمه بزرگواری که چه بعد از اینها اومدند یا اینکه قبلا بودند، در باب عقیده همه آنها پیرو قرآن و سنت و سلف صالح امت اسلامی بودند و هیچ گونه تفاوتی در باب اعتقاد در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت، یعنی 4 مذهب معروف فقهی اهل سنت و الجماعت، و در میان 4 امام اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و محدثین وجود نداشته. اختلافاتی که به وجود آمده بعد از قرون مفضله بوده که برای ما ملاک و معیار نیست. در باب عقیده همان گونه که علمای شیعه هم تصریح کردند و معمولا تمام مراجع تقلیدی که کتابی درباره تقلید می نویسند یا درباره توضیح مسائل و احکام شرعی از دیدگاه خودشون کتاب یا رساله رو می نویسند، نخستین مطلبی که در این کتابها در احکام تقلید در ابتدای کتابها و رسائل توضیح المسائل ذکر می کنند، این مطلب هست که در باب عقیده تقلید از دیگران جایز نیست. جناب مکارم شیرازی و تمام، یعنی چندین رساله رو که من نگاه کردم، در ابتدای رسائل خودشون به این تصریح کردن بعد در این مورد که و بر این مسئله که مجال و میدان تقلید در باب فروع فقهی هست، احکام تشریعی هست و در باب عقاید و اصول اسلام به هیچ عنوان اصول ایمان تقلید از دیگران جایز نیست، بلکه هر مسلمانی باید با علم خودش، با درایت و عقل خودش و اطلاعات
و معلوماتی که کسب میکنند باید عقاید خودش را به صورت مسلم و دقیق و حقیقی در واقع باید یاد بگیرند. و این دعوتی است که ما برای عموم مسلمانان داریم، هم برای اهل سنت و الجماعت که نزد اهل سنت و الجماعت هم تقلید در باب عقیده جایز نیست. در این مسئله شیعه و سنی با هم دیگر اتفاق نظر دارند. مجال تقلید در فروع فقهی هست. اگر کسی تابع یک امامی هست مانند امام ابو حنیفه، مالک، شافعی و بقیه ائمه، همچنین امامان شیعه یا مراجع شیعه که هستند، فقط مجال تقلید در باب فروعات فقهی هست و در باب اصول دین و عقاید مجالی برای تقلید وجود نداره. این دعوت ما هست و فراخوانی هست برای تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی که برای فرا گرفتن و یاد گرفتن عقاید خودشون کتاب‌هایی رو که مناسب میدونند و ما انشاءالله معرفی می‌خواهیم کرد مطالعه بکنند از منابع اصلی قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع امت مسلمه این عقیده خودشون رو انشاءالله دریافت بکنند و با علم و درایت این عقیده رو حفظ بکنند. و اساس این برنامه هم بر این هست که ما عقاید اهل سنت و الجماعت را، عقاید امامان اهل سنت را، ائمه محدثین را در کنار عقاید امامان شیعه انشاءالله در کنار هم میگذاریم و در کنار آن عقاید مراجع شیعه را و آن چیزی که امروزه به نام عقیده شیعه هست این را با هم دیگر انشاءالله انطباق خواهیم داد و با هم دیگر مقایسه خواهیم کرد و این نتیجه را انشاءالله شما خواهید دریافت که عقیده تمام مسلمانان اهل سنت و الجماعت دقیقاً همان عقیده‌ای هست که امامان شیعه داشتند و عقیده امامان شیعه دقیقاً همان چیزی هست که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه این عقیده را داشتند و هیچ گونه تفاوتی در واقع در باب عقیده با هم دیگر نداشتند و بدین منظور هست که یکی از این دو گزینه را باید شیعه انتخاب بکنند، یا این که محمد ابن عبدالوهاب و قبلش شیخ الاسلام ابن تیمیه پیرو اهل بیت رسول الله به تعبیری دیگر همان امامان شیعه بودند و یا این که امامان شیعه در واقع وهابی بودند. اگر آن چیزی که محمد ابن عبدالوهاب گفته یا شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته اسمش مکتب وهابیت هست، معنیش این است که ائمه شیعه هم وهابی بودند و اگر نه شما وهابیت را سابقه اش را قبل از این میدانید، این عقاید را، این عقاید در زمان ائمه بزرگوار شیعه وجود داشتند و خود ائمه بزرگوار شیعه دقیقاً همین عقیده را داشتند. معنی این حرف این می شود که محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه عقاید امامان شیعه را که با عقاید عموم اهل سنتیش تفاوتی نداشتند این عقیده را در واقع تبلیغ و احیا کردند. جزاکم الله خیر. ما بارها شنیدیم بینندگان عزیز گرامی از آخوندهای شیعه که میگن اصل وهابیت از سقیفه شروع شده. وقتی که به احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر اینها مراجعه بکنن باید بگن که اصل وهابیت از زمانی شروع شد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شدند. زیرا نه محمد ابن عبدالوهاب، نه ابن تیمیه و نه دیگر علمایی که شیعیان اونها رو متهم به وهابی بودن میکنن یا اونها رو به عنوان مؤسس مذهب وهابیت معرفی میکنن چیزی خارج از قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نگفتن. انشاءالله شما بیننده این برنامه باشید و به اذن الله تعالی ثابت خواهیم کرد که از علی گرفته تا حسن عسکری رضی الله عنهم اجمعین همه این بزرگواران وهابی بودن، عقیده وهابیت داشتن. البته وهابیت طبق اون تعریفی که شیعیان به موحدین و به مسلمانان واقعی نسبت میدن. در نزد اونها امام ابو حنیفه هم وهابیه، امام شافعی هم وهابیه، امام مالک هم وهابیه، احمد ابن حنبل هم وهابیه. همه مسلمانانی که دین و عقیده صحیح و ناب اسلامی داشته باشن وهابی هستن. من جهت اطلاع شما عزیزان خاطر نشان میکنم که این برنامه دقیقاً روز شنبه به اذن الله تعالی در همین ساعت، یعنی ساعت 7:30 به وقت مکه مکرمه و ساعت 20 به وقت تهران، 21 یا 9 شب به وقت کابل و 21:30 به وقت دوشنبه و اسلام آباد هر هفته روز شنبه پخش میشه. تکرار اولش روز دوشنبه ساعت 1
بعد از نیمه شب به وقت مکه مکرمه، 1:30 بامداد به وقت تهران، 2:30 بامداد به وقت کابل، 3 به وقت دوشنبه و اسلام آباد. و تکرار دوم این برنامه رو هم میتونید ساعت 13 روز چهارشنبه به وقت مکه مکرمه، 13:30 به وقت تهران، 14:30 بعد از ظهر به وقت کابل و ساعت 15 به وقت دوشنبه و اسلام آباد ببینید. همچنین عزیزان می توانند در یوتیوب شبکه جهانی وصال حق بعد از 12 ساعت یا الی 24 ساعت بعد از پایان این برنامه فایل کامل ویدیویی این برنامه را از طریق یوتیوب شبکه جهانی وصال حق ببینند. ما در شروع این برنامه کتاب توحید که کتابی است که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در باب عقیده نوشته و بیشترین دشمنی هم که روافض و شیعیان و علمای شیعه دارن با محمد ابن عبدالوهاب به خاطر همین کتاب است. من این کتاب رو در اینجا دارم و جناب استاد نسخه عربی شو دارن. این کتاب به فارسی ترجمه شده توسط شیخ اسحاق دبیری رحمت الله علیه، یکی از علمای جنوب ایران از اهل سنت، مؤسس سایت عقیده یا کتابخانه الکترونیکی عقیده. این کتاب فایل PDF و فایل وردش رو عزیزان ما در کتابخانه وصال حق دارن و دوستانی که میخوان این کتاب رو دریافت بکنن و در طول برنامه گام به گام با ما باشن و این کتاب رو ما انشالله همه ابواب و فصلهای این کتاب رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و عقیده محمد ابن عبدالوهاب رو از عقیده امامان شیعه ثابت خواهیم کرد. همونطوری که گفتیم امامان شیعه همه وهابی بودن، تابع همون عقایدی بودن که محمد ابن عبدالوهاب است. این کتاب رو اگر عزیزان نیاز دارن ما فایل PDF یا وردش رو از طریق ایمیل book@wasalhaq.tv با ما تماس بگیرن. برای بینندگان عزیز و گرامی در ظرف 12 ساعت انشاءالله عزیزانمون در کتابخانه وصال حق ارسال خواهند کرد. جناب استاد، اولین سوالی که مطرح میشه، این همه دشمنی، این همه سر و صدا، این همه تبلیغات، این همه گلوپاره کردن در بین علمای شیعه به خاطر محمد ابن عبدالوهاب، آی کتاباشو نخونید، این آقا اینطوری است، فلان عقیده داشته، برنامه ها گذاشتن، ساعت ها، صدها بلکه هزارها کتاب نوشتن، هزارها مقاله نوشتن، سایت های تخصصی، هر روز سر و صدا، جنگ، دعوا، همه نفاق، مشکلاتی که امروز در جوامع اسلامی میبینیم به نام وهابیت. حتی خودشون خمینی وقتی که علمای حوزه علمی قم باش مخالفت کردن در قبل از پیروزی انقلاب، بهش میگفتن خمینی وهابی شده. خامنه ای رو وقتی که در قبل از انقلاب که فعالیت میکرد بهش میگفتن که خامنه ای وهابی شده. یعنی هر کس از مخالفین خودشون رو که بخوان بزنن بهش تهمت وهابیت یا همون برچسب وهابیت رو میچسبونن. چرا این همه دشمنی؟ خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم که این وعده الله متعال هست در مرحله اول که به فضل الله متعال این وعده را و مژده را به ما دادند رسول الله صلی الله علیه وسلم. بنابر روایت حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا تزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق، تا روز قیامت یک گروهی و یک دستی از امت من پایبند حق خواهند بود و مقید به حق خواهند بود. لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر الله و هم كذلك. و هر گونه مخالفتی که با این گروه بشود هیچ تأثیری بر این گروه ندارد. این گروه همچنان تنومند و مقتدر خواهد ماند و عقیده صحیح و نابی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم آوردند انشاءالله تا قیام قیامت این همچنان باقی خواهد ماند. قبل از این که من به سوال شما پاسخ بدم، من دوست دارم که خود کتاب توحید را که کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب یکی از کتاب‌هایی هست که ایشون در واقع تألیف کردن و مهمترین کتاب اعتقادی شیخ محمد ابن عبدالوهاب هست، گرچه رسائل دیگری هم در زمینه اعتقاد و در موضوعات مشخصی ایشون تألیف کردن، اما کاملترین کتابی که ایشون دارن کتاب توحید هست. اگر دوستان این دوربین رو فعال بکنن، کتاب توحید الذی هو حق الله علی العبید، کتاب توحید
کتابی که محتوایش هست مواردی که حق الله هستن بر بندگان، یعنی الله متعال بر بندگانشون چه حقی رو دارند که همون حق بندگی و حق یکتاپرستی هست. این کتاب تعریف شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب تمیمی رحمت الله علیه هست، همون محمد ابن عبدالوهاب که امروزه ما میبینیم که فرقه وهابیت رو وقتی که تعریف میکنن میگویند که ساخته و پرداخته محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه هست. در این کتاب روشی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه دارند یک روش کاملا علمی هست و ابتدایشون در این کتاب یعنی استدلال میکنند، آیاتی از قرآن کریم رو میآورند، بعد از این که آیات رو ذکر کردند احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم رو ذکر میکنند، بعد از ذکر احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در مواردی آثاری رو از اصحاب رسول الله و سلف صالح ذکر میکنند و در مرحله آخر نقاطی رو به عنوان تیتر مانند اینها رو در واقع انتخاب میکنند. استدلال هایی هست و معانی هست که از این آیات و روایات در واقع برداشت کردن. من به طور مثال یکی از این ابواب این کتاب رو، فرق نمیکنه تمام این کتاب از ابتداش من شروع میکنم و فقط به عنوان نمونه که بینندگان عزیز در واقع اطلاع داشته باشند از روش این کتاب. ایشون در کتاب توحید، این اولین بخش از کتاب توحید است، کتاب التوحید، ابتدا آیات رو ذکر میکنن، چیزی دیگری غیر از آیات و احادیث ندارند، یک آیه، دو آیه، سه آیه و در صفحه بعدش هم چندین آیه رو در واقع ذکر کردند و بعد از آیات قول ابن مسعود رو ذکر کردند، قال ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، و بعد از این روایتی رو ذکر کردند از رسول الله صلی الله علیه وسلم، معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه، و هیچ چیز دیگری رو از خودشون در اصل باب ذکر نکردند. مسائلی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه استنباط کرده از این آیات و این روایات، مسائلی هست که در آخر هر بخشی از این کتاب می آورد فیه مسائل، در این باب چندین مسئله وجود دارد، الاولا، الثانیه، الثالثه، تا آخر که این مسائل رو در واقع استنباط میکند. از این چند آیه و یک روایتی که در این آورده بود، ایشون 24 نکته و 24 مطلب رو در این کتاب در واقع استنباط کردن. در تمام ابواب این کتاب این گونه هست، هیچ تفاوتی در روش ایشون در این کتاب دیده نمیشه. به طور مثال تفسیر توحید و شهادت الله اله الا الله، ابتدا آیات رو میآورند و بعد از این روایت میآورند از رسول الله صلی الله علیه و سلم و در آخر مسائل رو ذکر میکنند، فیه اکبر المسائل و اهمها الی آخر. روش ایشون در این کتاب این گونه هست و روش ما در این برنامه اساس کار ما بر همین کتاب هست، زیرا که این کتاب جامع ترین کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب در باب عقیده هست و کسانی که با عقیده وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دشمن هستند، در واقع با این کتاب دشمن هستند. ما این کتاب را در کنار این که از اقوال اهل سنت و الجماعت انشاءالله انتباه خواهیم داد و مراجعه خواهیم کرد، در کنار این باز می‌کردیم به کتاب‌های شیعه و در رأس همه روایاتی که مستقیما از خود ائمه شیعه در واقع بیان شده، تا اینکه این عقاید رو در کنار هم بگذاریم. عقیده امام محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه در یک طرف و همچنین عقیده ائمه اربعه اهل سنت در یک طرف و همچنین در ترازوی دیگر عقیده امامان شیعه اثنا عشری، یعنی از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه گرفته تا حسن عسکری رضی الله تعالی عنهم اجمعین. ان شاء الله ما عقایدشون رو خدمت شما بینندگان عزیز از اقوال خودشون برای شما ان شاء الله معرفی خواهیم کرد تا اینکه حقیقت برای همه واضح و آشکار بشود که آیا محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه چیزی غیر از عقیده ائمه اربعه اهل سنت و امامان 11گانه شیعه بیان کردند یا خیر؟ اگر غیر از این هست، ما همین دعوای ما همین هست. من خدمت شما عرض میکنم در هر جایی که عقیده محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه رحمت الله علیه مخالف قرآن، مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و مخالف اجماع اهل سنت، ائمه چهارگانه اهل سنت و الجماعت بود، این رو به دیوار بزنید، قابل قبول نیست. صراحتاً
و با شهامت ما اینو اعلام میکنیم که هر جایی که عقیده ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب مخالف با قرآن و سنت و عقیده 4 امام اهل سنت و الجماعت و اجماع اهل سنت و الجماعت بود، ما عقیدهشون را به دیوار میزنیم و برای ما به هیچ عنوان قابل قبول نیست. اما من از شیعه هم میخواهم این مطلب را که هر جا عقیده‌ای که امروزه شیعه بیان میکنند، حرفی که مراجع گفته، حرفی که مجلسی گفته یا دیگران گفتند، هر جا عقیده‌ای که شما امروزه دارید اگر با قرآن، با احادیث رسول الله یا گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم سازگار نبود و مخالف بود، شما هم با شهامت تمام اون رو در واقع به دیوار بزنید و نباید قبول بکنید. اما در مورد سوالی که شما فرمودید که علت این همه عداوت و دشمنی و بزرگنمایی که در این زمینه صورت گرفته چی هست، و در اصل برمیگردد به یک نوع اختلاف عقیدتی که در این زمینه وجود دارد، نه در میان ائمه و بزرگان دین، نه ائمه شیعه و نه ائمه اهل سنت و الجماعت، بلکه در میان عقیده عموم مسلمانان، اجماع اهل سنت و الجماعت و ائمه شیعه، و در مقابل عقیده یک گروه بسیار اندکی از شیعیان معاصر یا به تعبیر دیگر همان شیعیان صفوی و بسیاری دیگر از اهل تصوف و انسانهای بدعتگرا. به خاطر این تضاد عقیدتی که وجود داره و عقیده‌ای که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بیان کردن در واقع سبب می شده که بسیاری از این دکان‌هایی که مراجع شیعه برای خودشون درست کردند، گنبد و بارگاهی که ساختند و نزوراتی که برای خودشون جمع می‌کنند، اگر پایبند عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند، در واقع این دکان‌ها رو باید ببندند، این همه خرافات و مراسم و بدعات رو باید در واقع جمع‌آوری بکنند. این اولین انگیزه هست. و انگیزه دوم حسادت هست، هم در زمان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و همچنین در زمان محمد ابن عبدالوهاب و تمام ائمه‌ای که نام و نشانی رو داشتند، مقبولیتی رو داشتند در میان امت اسلامی. گروه کوچکی که نتونستند این مقبولیت رو و این شهرت رو تحمل بکنند، روی آوردند به مخالفت با عقیده عموم اهل سنت و الجماعت و در رأسشون شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیهم اجمعین. و یک نکته دیگر هم که می شود در این زمینه در واقع ذکر کرد، علت اصلی به نظر من جهلی هست و نادانی و ناآشنایی با عقیده سلف صالح. چه آن کسانی که به نام اهل سنت و الجماعت با وهابیت یا محمد ابن عبدالوهاب یا شیخ الاسلام ابن تیمیه مخالفت کردند، یا به نام شیعه مخالفت کردند با عقاید محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، علتش عدم آشنایی این افراد با عقیده سلف صالح است، با عقیده صحابه رسول الله، با عقیده اهل بیت رسول الله و با عقیده ائمه اهل سنت و الجماعت و با اجماع اهل سنت و الجماعت. به خاطر عدم آشنایی با این موارد ما میبینیم که بسیاری از معاصرین در واقع مخالفت میکنند با عقیده شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. و یکی دیگر از موارد که میشود به عنوان انگیزه های تهاجم و مخالفت اون را مطرح کرد، بحث تعصب کورکورانه هست که متاسفانه در بسیاری از مردم وجود دارد که مسائل شخصی خودشان را و منافع دنیوی خودشان را، چه بسا که دشمنی های شخصی خودشان را مقدم می‌دارند بر مصلحت عمومی و مصلحت اخروی خودشون، و افرادی بودند مانند حسنی یا مانند علای بخاری، افراد دیگر که در تعصب واقعا تعصب کورکورانه‌ای داشتند و این تعصب هم سبب شده که حرفهایی رو و اظهار نظرات نامناسب و غیر واقعی رو علیه محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه داشته باشند که این اسباب و وسایل و ابزاری را که باعث اختلاف شده انشاءالله ما در میان این برنامه ها خدمت شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. جناب استاد، مطلب زیبایی است از آیت الله، یکی از بزرگان مذهب شیعه که میگن که اینم وهابی شده و به نام وهابیت این بیچاره رو بارها شکنجه کردن، چند بار قصد ترورش رو کردن و آخرم به شهادت رساندن. آیت الله سید ابوالفضل برقی قمی یکی از مراجع بزرگ شیعه که از همدورای خمینی بود و کسی که
یعنی روابط خیلی نزدیکی با خمینی داشت و بعد از اینکه به قول خودشون وهابی شد، بیچاره رو به انواع مختلف شکنجه کردن و اذیت کردن. ایشون مطلب زیبایی نوشتن که میگه سالهای بسیار در مجالس و محافل ایران طعن و لعن و بدگویی شدیدی میشنیدم از گویندگان دینی نسبت به طایفه وهابیه که ساکن حجازند و این فرقه مقلدین محمد ابن عبدالوهابند و در فروع دینی مانند شیعه که مقلد یک از علمای خود میباشند و آنان نام وهابی روی خود نگذاشتند بلکه خود را مسلمان میخوانند و محمد ابن عبدالوهاب آل این بوده که در اوایل قرن 12 هجری برای دفع خرافات مسلمین و رفع شرک قیام کرده و عده‌ای را به نظر اصلاحی خود دعوت کرده. فرق اسلامی پیروان او را وهابی میگویند. در ایران هر کس از بزرگان و علمای دینی حقیقتی از حقایق قرآن و اسلام و توحید را بیان میکرد و یا یکی از خرافات دینی را رد مینمود، فوراً او را تهمت وهابی میزدند و دلیلی بر رد او نداشتند جز اینکه او وهابی است و به همین بهانه او را میکوبیدند. و این جانب یعنی آیت الله برقی تعجب میکردم و به خود میگفتم چگونه هر کس حقیقتی را از قرآن بیان کند او را وهابی میخوانند؟ مگر وهابی‌ها چه عقایدی دارند که ما نباید داشته باشیم؟ مگر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و علی ابن ابی طالب علیهم السلام و سایر بزرگان اعلام تابع قرآن و متمسک به آن نبودند؟ در زمان ما بسیاری از علمای روشنفکر متدین را دیدم که هرگاه خواستند از یکی از حقایق قرآنی پرده بردارند و مردم را به توحید و قرآن آشنا سازند، فوراً به بهانه وهابیگری او را کوبیدند و مردم عوام را علیه او تحریک کردند، مانند آیت الله بزرگ حاجی سید اسدالله خرقانی و آیت الله خالصی زاده و نابغه کبیر آیت الله شریعت سنگنجی و آیت الله وحیدالدین مرعشی نجفی و آیت الله العظمی آقای سید محسن حکیم و حجت الاسلام و المسلمین آقای جلالی قوچانی و آیت الله و وحیدالدین مرعشی نجفی و امثال دیگر که کسر الله تعالی امثالهم. پس در صدد برآمدم و به قاعده و به حکم الانسان حریص علی ما منع که جستجو و تحقیق نمایم و ببینم که جماعت وهابیه چه میگویند و عقاید ایشان چیست. همین بود که آیت الله سید ابوالفضل برقی در پی جستجو در میاد که ببینه که این وهابیات چه جانورایی هستن که باید اونا رو بشناسه و ایشون میاد و کتاب‌های علمای حجاز رو مطالعه میکنه و علمای نجد رو و بعد از مطالعه کتاب‌های اینا خودش هم میشه وهابی. ایشون به قول علمای شیعه مراجع شیعهشون وهابی شدن چون که برگشتن به قرآن و سنت رسول الله و برگشتن به عقیده حقیقی امامان شیعه. ایشون در کتابای خودشون هیچ حرفی رو برخلاف قرآن و سنت و برخلاف عقیده امامان خودش که همون امامان 11گانه باشند ایشون در واقع نزدن و متاسفانه ایشون متهم کردن به وهابیگری که ایشون الحمدلله بعد اینکه هدایت شدن پیرو قرآن و سنت و موحد شدن بازگشتن به عقیده واقعی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و برخی از کتاب‌های شیخ الاسلام ابن تیمیه رو مانند مختصر منهاج رو ترجمه کردن به زبان فارسی و حتی برخی از کتاب‌های شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه رو مانند فکر کنم که کشف شبهات رو ایشون ترجمه کردن به زبان فارسی و من این مژده رو میدهم و این واقعیتی هست که من بیان میکنم. هر شیعه‌ای که بدون از تعصب و بدون جانبداری عقیده وهابیت را مطالعه بکند و باز بگردد به کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب، شایعاتی و دروغ‌هایی که در این زمینه هست آنها را کنار بگذارد، مستقیما مراجعه بکند به کتاب‌هایی که خود محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه رحمت الله علیه نوشتن، مطمئناً وهابی می شود و باز می گردد به عقیده اهل سنت و الجماعت، در واقع همان عقیده امامان اثنا عشر یا همان 11 که شیعه دارند. من اینو با اطمینان کامل میگویم که این کتاب را که کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه هست، اگر این کتاب را به جای این که در اینجا نوشته تالیف شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب تمیمی، مطمئنا اگر این کتاب را ما به جای این می نوشتیم که تالیف امام محمد باقر،
تألیف امام جعفر صادق. مطمئنم که در هیچ موردی از موارد حرف گزافی نبود و دقیقاً عین واقعیت بود که این انشاءالله یک در واقع مقدمه کلی هست که کلیگویی هست که من عرض کردم. در هر بابی که ما بررسی خواهیم کرد انشاءالله مستقیما اقوال این بزرگواران را خدمت بینندگان عزیز به صورت واضح و آشکار بیان خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز گرامی، میان برنامه کوتاه میگیریم و دوباره انشاءالله برمیگردیم خدمت شما عزیزان با ادامه برنامه امامان وهابی شیعه. با ما همراه باشید. من بودم از قبل بس الحمدلله شکر خدا هدایت هم داد. و موعد میشه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خود من از یک شیعه بودم که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدم. باور بفرمایید دیگه زیاده نمیتونم بگم. شاید ما 2 طبقه خونه داریم، یعنی 300 نفر پیش خونه اینا. حالا قبلا مثلا عزاداری داشتیم که الان شده کلاس قرآن، همه شد قرآن خونه با تفسیرش میکنن. من خودم قبلا شیعه بودم، یه 2-3 ماهی که برنامه‌تون رو دیدم الان از تسنن شدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امروز شما به من فهموندید که باید حقیقت رو دریابم و به نام محمد روی آورم. الحمدلله 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 الوجود له حمدا يبلغنا رضا أبدا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. پس الله هر که را بخواهد هدایت نماید سینه اش را برای پذیرش اسلام می گشاید. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه امامان وهابی شیعه در خدمت شما عزیزان هستیم و از جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان میپرسیم که مخالفان دعوت وهابیت به قول شیعه یا دعوت توحید چه کسانی هستند؟ قبلا عرض کردم که دعوت توحید دعوت در واقع اختصاصی محمد ابن عبدالوهاب نبوده. درست. حرفی نبوده که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه این حرف رو ایجاد کرده باشه یا بدعت نوینی رو در واقع پایه‌گذاری کرده باشه. دعوت توحید یک دعوت سابقه داری هست، از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع آغاز شده. قبلا عرض کردم که صحابه و ائمه اهل سنت و الجماعت، تابعین و تبع تابعین و همچنین ائمه محدثین به اضافه ائمه شیعه امامان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده واحد و مشترکی رو داشتند. اما بنابر اسبابی که قبلا عرض کردم بسیاری از مردم مخالفت کردند با عقیده توحیدی، چه در زمان رسول الله چه در زمان ائمه بزرگوار یا ابن تیمیه رحمت الله علیه و همچنین محمد ابن عبدالوهاب و هم تا این زمان هم این مخالفت ها ادامه دارد. به صورت کلی مخالفینی رو که یعنی مخالف دعوت توحیدی محمد ابن عبدالوهاب یا قبل از آن شیخ الاسلام ابن تیمیه بودند می توانیم که اینها را به 4-5 دسته در واقع تقسیم بکنیم. گروه اول گروه فقها و قاضیانی بودند که در زمان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بودند. ما میدونیم که در اون زمان قرن 5 و قرن 6 که در واقع حتی در اواخرش که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه قرن 7 بودند، سال 661 که ایشون متولد شدند، در این زمانها یک جمود فکری و تعصب خاصی بر مذاهب
اهل سنت و الجماعت غالب بود. عموم مردم خودشون رو پیرو یک مذهب خاص میدونستند و یک در واقع تعصب عجیبی رو نسبت به اقوال امام خودشون یا استاد خودشون داشتن. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اومدن و فقه اسلامی رو تجدید کردند، احیا کردند، اجتهادی رو که باید در هر زمانی باشد و انسان‌هایی وجود داشته باشند که به درجه اجتهاد برسند و مسائل جدید و نوین رو استنباط بکنند از قرآن کریم و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و خود شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه همین روش رو در پیش گرفتند و احیانا فتاوایی رو که میدادن چه بسا که خلاف یک مذهبی از مذاهب چارگانه بود یا خلاف یک کسی بود که در اون زمان برای خودش اتباع و پیروانی رو داشت، مانند قضیه معروفی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد طلاق ثلاثه فتوا دادند که 3 طلاق در یک مجلس همون یک طلاق شمرده می شود، که این مخالف با کسانی بود که در اون زمان فتوا میدادند، قضات و فقهایی که بودند برخلاف این فتوا میدادند و این فتوا سبب شد که گروه زیادی از فقها و قاضیانی که خودشون در مسند قدرت بودند و در رأس بودند، این افراد بنای دشمنی بگذارند با شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و حتی این قضیه سبب شد که شیخ الاسلام ابن تیمیه 5-6 ماه زندانی بشوند. این گروه اول هست و همچنین در زمان محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه این قضیه بارز است. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در کتاب‌های متعدد خودشون و در رسائل خودشون تأکید کردند بر این که ایشان پیرو مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هستند. منتها می‌فرمایند که اگر من به یک نتیجه برسم که در فلان مسئله امام من قولش مرجوح هست، دلیلی که از آن استدلال کرده این دلیل ضعیف هست، من هیچ ابایی ندارم که در این فلان مسئله به طور مثال رأی مذهب احناف رو بگیرم یا رأی مذهب امام شافعی و بقیه مذاهب رو بگیرم. بدین خاطر هم چه بسا که افرادی در زمان ایشان هم با محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه مخالفت کرده باشند. و گروه دوم از مخالفان عقیده اهل سنت و الجماعت به صورت کلی و دعوت ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیهم اهل کلام هستند، متکلمینی که در واقع مسیر استدلالی عقیده اهل سنت و الجماعت رو عوض کردند. به جای اینکه مستقیما از قرآن استدلال بکنند یا از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم استدلال بکنند و قرآن و سنت را بر عقل و منطق مقدم بشمارند، اومدند برعکس عمل کردند، عقل را مقدم قرار دادند و اصل قرار دادند، مانند متأثر شده بودند از معتزله و بدین خاطر در باب عقیده دچار انحراف شدند و یک سری مسائلی رو که به گمان خودشون به عنوان دفاعیه های عقیده اهل سنت و الجماعت در مقابل فلاسفه و در مقابل معتزله بود، این مباحث رو که مطرح کردند، رفته رفته این مباحث دفاعی تبدیل شد به اصل عقیده اهل سنت و الجماعت که گروه بسیاری از مسلمانان خودشون رو اشعری میدونستند یا ماتوریدی میدونستند. دفاعیه های اشعری و ماتوریدی در مورد دفاع از عقیده اهل سنت و الجماعت بوده، نه اصل عقیده اهل سنت و الجماعت. اما زمانی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه و قبل از ایشون ابن تیمیه رحمت الله علیه اومدند و عقیده را برگرداندند به منابع اصلیش، یعنی به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع قرون اولیه، اجماع سلف صالح. دیدیم که بسیاری از این اهل کلام، متکلمین اشعری و ماتوریدی و معتزله و شیعه در این زمینه مخالفت کردند با این دعوت مبارک. نمونهش تالیف کتاب حمویه هست که شیخ الاسلام ابن تیمیه تالیف کردند در سال 698 و همچنین کتاب دیگری که ایشون دارند به نام العقیدة الواسطیه که هر دو تا این کتاب سبب شد که بسیاری از متکلمین آن زمان بر علیه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه شورش بکنند و دروغ ببندند بر ایشون، مطالبی رو که در کتاب ایشون بوده قطع و برید بکنند و میرفتند در قاضی دادگاه یا محاکمی که وجود داشت شکایت میکردند که
ابن تیمیه حرفی رو برخلاف اشاعره و ماتریدیه در واقع مطرح کرده که این هم سبب شد که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه به زندان بیفتند. این یک گروه دیگری از گروه‌هایی بودند که مخالف با دعوت اهل سنت و الجماعت و این دعوت توحیدی و تجدیدی شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه باشند. و گروه دوم یا سوم شیعه هستند با تمام فرقه هایی که داشتند، شیعیان اسماعیلی، شیعیان زیدی، شیعیان اثناعشری که وجود داشتند. هم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و هم محمد ابن عبدالوهاب کتابهایی را در نقد شیعه تالیف کردند یا جواب شیعه را در واقع دادند، مانند کتاب منهاج السنه النبویه که شیخ الاسلام ابن تیمیه تالیف کردند یا کتاب رد بر روافض که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه تالیف کردند. این جواب دادن و پاسخ به شیعه سبب شد که شیعه هم در واقع مخالفت بکنند با عقیده اهل سنت و الجماعت که سردمدارش و مبلغش در اون زمان محمد ابن عبدالوهاب یا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بودند. و همچنین گروه دیگری از کسانی که مخالف بودند با دعوت توحیدی صوفیانی بودند که در واقع بر سر قبرها نشسته بودند، استمداد از قبر داشتند، توسل به قبور و به مردگان داشتند و چه بسا که در این زمینه و این مورد را راهی قرار داده بودند برای کسب رزق و روزی خودشون، مانند امروزه که میبینیم بارگاه‌ها و گنبدهایی که بر قبور ائمه شیعه بنا کردند که مصدر تمویل و درآمد علمای شیعه و مراجع شیعه شده. صوفی ها مخالفت کردند با دعوت شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، مانند نصر منبجی که در زمان ابن تیمیه بوده، در سال 719 وفات کردند و از دلدادگان و محبان ابن عربی بودند. زمانی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بیشان تذکر داد، انحرافات ابن عربی را برایشون بیان کرد، این نصر منبجی در واقع مخالفت خودشون را با شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بیان کردند. و همچنین مانند ابن عطای سکندری که متوفای سال 709 هستند و که بسیار از افرادی بودند که تند بودند بر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و حتی سبب شدند که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه به زندان بیفتند. و همچنین در زمان خود شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه کسانی که صوفی بودند، اهل بدعات بودند، اهل قبور بودند و توسل از قبور داشتند و این مسائل رو تبلیغ می‌کردند، با دعوت شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه اومدند و مخالفت کردند و میشه که اسباب دیگری رو مانند عداوت‌های شخصی رو هم در واقع جزء گروه‌هایی قرار داد که با شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه مخالفت کردند. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز و گرامی، ما در این برنامه از طرف مدیران شبکه و برنامه امامان وهابی شیعه پیامی را ترتیب دادیم که به 3 تن از بزرگترین مراجع و علمای شیعه که در رد وهابیت بیشترین کتاب‌ها و مقالات و تالیفات رو داشتن ارسال میشه. جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان مختصری در مورد این پیام‌ها صحبت میکنن و بعد از اون انشاءالله ما آنلاین یکی از این پیام‌ها رو برای یکی از این مراجع بزرگ شیعه که دشمنی شدیدی با وهابیت به قول خودشون داره ارسال میکنیم تا ببینیم که چه جوابی خواهند داد به پیام ما. بفرمایید جناب حضرت. همان گونه که در برنامه گذشته روش ما این بوده، در برنامه حجت بی حجت و تمام برنامه هایی رو که ما داشتیم، مبنای کار ما بر روی صداقت هست و بر روی واقعیت گرایی هست و به هیچ عنوان ما کسی رو به عقیده‌ای که خودش ادعا نکرده و تبلیغش نکرده متهم نمی کنیم. و در این برنامه هم انشاءالله مبنای ما همین بود و ما بر اساس صداقت و راستگویی و بدون هیچ گونه طرفداری، ما طرفدار ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بین معنی نیستیم که هر چیشون گفتن ما قبول داریم. قبلا هم گفتم که هر جایی که ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب حرفشون بر خلاف
خلاف قرآن و سنت و اجماع امت اهل سنت و الجماعت و متقدمین و سلف صالح باشه، ما قولشون رو به دیوار در واقع میزنیم. و هدف ما بیان عقیده اصلی توحید هست که همه مشترک هستن. هم الان اهل اگر همه سنت کتاب‌های ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو اگر بگیریم و از بین ببریم، هیچ اثری از اینا در جهان نمانه، آیا این عقیده‌ای که اینها به وهابیت متهم میکنن از بین میره؟ یک مسئله ای که یعنی یک چالش بزرگی که شیعه امروز در آن گرفتار هست که افکار عمومی رو فریب دادند و میگویند که فلانی ها وهابی هستند. خودشون در تعریف وهابیت و در معرفی عقاید وهابیت که چه تفاوتی رو با اهل سنت دارن، چه تفاوتی رو با شیعه دارن، متاسفانه موندن در این زمینه جواب مشخص و واضحی رو ندارن، مگر اینکه در واقع تلبیس بکنن، دروغ بکنن، برن سراغ علم کلام و سفسطه و تدریس که بخوان یک چیزی رو در واقع ثابت بکنن. وگرنه عقیده محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه دقیقاً همان عقیده امام ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل بوده و هیچ گونه تفاوتی رو هم در واقع ندارد که اینو انشاءالله ما در طول این برنامه ها خدمت بینندگان عزیز بیان میکنیم. و در مورد این خود پیامی که هست، ما چون که مبنای کار ما بر صداقت هست، میخواهیم که والله حقیقت برای شیعه و سنی واضح و آشکار بشه. هیچ هدف دیگری رو در این زمینه نداریم. اگر بینندگان عزیز یک روزی دیدند که در این برنامه ما حرفی رو خلاف واقع گفته باشیم، اتهامی رو به یکی از علمای شیعه زده باشیم، سیاه‌نمایی کرده باشیم، تدلیس کرده باشیم یا مطلبی خلاف واقع رو نسبت داده بودیم به این در واقع ائمه شیعه، ما حاضریم که این برنامه رو تعطیل بکنیم، دوباره ادامه ندهیم. و اگر هم اشتباهی کرده باشیم، ناخودآگاه و نادانسته مرتکب اشتباهی شده باشیم، این عهدی هست بین من و بین پروردگارم که اینجا بیام اعلام بکنم در فلان مسئله من اشتباه کرده بودم و واقعیت این مطلب هست. این وعده را و این مژده را من به تمام بینندگان عزیز خواهم داد که اساس کار ما بر روی صداقت هست و بالفرض اگر ثابت بشود که من اشتباهی رو گفته باشم، با کمال شهامت حاضر هستم که از آن برگردم و اعتراف بکنم. چون که علمای شیعه حرف مشخصی رو ندارن، تعریف دقیقی رو از وهابیت ندارن، تفاوت مشخصی رو بین وهابیت و بین عقیده شیعه یعنی ائمه شیعه و تفاوتی در میان عقیده وهابیت و عقیده اهل سنت و الجماعت ندارن، ما بران شدیم که از علمای شیعه کمک بطلبیم، خصوصا مراجعی که در رأس هستند و در این میان کسانی که در رد وهابیت و نقد وهابیت تألیفات بیشتری رو دارند، تلاش‌های بیشتری رو انجام دادند، کلاس‌های بیشتری رو گذاشتند و کنفرانس‌هایی رو در این زمینه برگزار کردند. ما می‌خواهیم که با کمال شهامت و صداقت بیایند تفاوت‌هایی رو که در میان عقیده وهابیت و عقیده امامان شیعه دارند آن را با صراحت تمام با دلایل صحیح و صریح رو بیان بکنند تا اینکه هم شیعه متوجه واقعیت بشوند و هم اهل سنت و الجماعت، و همچنین تفاوت‌هایی رو که شیعه قائل هست که در میان وهابیت و اهل سنت وجود دارد، این تفاوت‌ها را بیارند از کلام محمد ابن عبدالوهاب و از کلام امامان اهل سنت و الجماعت برای ما ثابت بکنند. اگر معتقدند که عقیده وهابیت یک عقیده جدیدی هست، یک بدعت نوینی هست، امام ابو حنیفه و مالک و شافعی و بقیه ائمه و امام بخاری و مسلم بر این عقیده نبودند، بیارند اینو مستدل برای ما بیان بکنند تا اینکه حقیقت برای عموم شیعه و اهل سنت و الجماعت در واقع واضح و آشکار بشه. جناب آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای رو دارند، در کتاب‌های متعددی در واقع نقد کردند وهابیت رو و حتی کتاب مستقلی در این زمینه دارند، مانند کتابی که به نام وهابیت بر سر دوراهی ایشون تالیف کردند و کنفرانس‌هایی که ایشون در مورد تکفیر ریاستشون رو به عهده داشتند و بقیه مسائلی که ایشون مطرح کردند بر عموم مردم و شیعه واضح و آشکار هست. و همچنین جناب آیت الله جعفر سوحانی کتاب‌های متعددی رو دارند، کتاب آیین وهابیت رو ایشون نوشتند و همچنین کتاب دیگری به نام مرزهای توحید و شرک داشتند و جز یعنی مهمترین کسانی هست که در نقد وهابیت اومدند و کارهای زیادی رو انجام دادند. و همچنین جناب آیت الله نجم الدین طوسی جز کسانی هستند که هر ستاشون در قم هستند و تلاش‌های بسیار گسترده‌ای رو در نقد و در رد وهابیت داشتند
جناب آقای طوسی اصلا یک سری برنامه‌هایی داشتند و کلاس‌هایی رو برگزار کردند در رد وهابیت که به عنوان درس‌هایی در نقد وهابیت چاپ شده. 3-4 جلد کتاب هست و کتاب دیگری ایشون دارند به نام وهابیت در ترازوی نقد و مقالات و حرفه‌های زیادی که این بزرگان شیعه برای مقلدین خودشون در واقع بیان کردن. به خاطر شناختی که این افراد با وهابیت دارن، چون که در رد وهابیت خیلی کار کردن و تلاش‌های زیادی رو انجام دادن و همچنین آشنایی که ایشون با عقاید اهل بیت رسول الله دارند، با عقاید امامان خودشون آشنایی دارند، ما از این علما خواستیم که بیایند و واقعیت را بیان بکنند که آیا عقیده محمد ابن عبدالوهاب با عقاید ائمه شیعه تفاوت و تضادی را دارد یا خیر؟ اگر دارد چند مورد رو برای ما از کلام این بزرگواران ثابت بکنند. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز گرامی، همطوری که حضرت استاد فرمودن، ما 3 تا از بزرگترین علمای اینها که در این باب تالیفات داشتن و به قول خودشون شناخت وافری دارن از عقیده وهابیت، مکارم شیرازی، جعفر سبحانی و نجم الدین طبسی رو انتخاب کردیم که من پیامی رو که برای آیت الله ناصر مکارم شیرازی آماده شده خدمت شما عزیزان میخونم، اگر که کارگردان محترم برنامه این صفحه رو نشون بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تالیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب توحید، مهمترین تعریف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکاری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی معارض امامان شیعه اثبات نمایید. برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به 3 نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال: اول صریح، دوم صحیح، سوم بی معارض باشد و چنانچه کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خیش را در این مورد اعلان بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه و ایمیل برنامه live@vesalfa.tv. تشکر می کنم. احمد جان، این پیام یک بار دیگه اگر نشون بدید در اوراق شبکه جهانی وصال حق آماده شده و لحظاتی بعد انشاءالله برای ایشون ارسال خواهد شد. تشکر احمد جان. اینجا من این احمد آقا این صفحه رو نشون بدید. اینجا مکارم.ir صفحه رسمی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی است. به بخش فارسی این صفحه مراجعه می کنیم. این صفحه سایت ایشون هست و اینجا بخش تماس با ما. در بخش تماس با ما این فرمی که برای ارسال پیام هست و در اینجا ایمیلشون هم زده که info@makarim.ir. ما اول این ایمیل رو از اینجا کاپی میکنیم و یک نسخه ایمیل برای ایشون از احمد جان این صفحه رو نشون بده. info@makarim.ir. پیام از برنامه امامان وهابی شیعه شبکه جهانی وصال حق. همون پیامی رو که خدمتون خوندم، نسخه وردش رو اینجا من کاپی پیست کردم و همچنین تصویر این پیام که نسخه PDF هست آپلود شده در اینجا و این پیام رو ما از طریق ایمیل برنامه، دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، از طریق ایمیل برنامه
ارسال میکنیم. پیام ارسال شد و در اینجا احمد جان این پیام رو نشون بده. پیام از برنامه امامان وهابی شیعه شبکه جهانی وصال حق. هنوز 1 دقیقه از ارسال پیام نگذشته. ساعت 8:35 به وقت مکه مکرمه این پیام ارسال شد به ایمیل آقای مکارم شیرازی info@makarim.ir تاریخ 1 اکتبر سال 2016. این پیامی که برای ایشون ارسال شده است و اینم تصویر پیام که آپلود شده. تشکر میکنم احمد جان. برمیگردیم به صفحه فرمی که در تماس با ما این سایت وجود داره. احمد جان اینو نشون بدید. بله، همین پیام رو که در فایل وردش رو من خدمت شما عزیزان نشون دادم، همین پیام رو ما از اینجا کاپی میکنیم. تشکر احمد جان. بعد در اینجا در صفحه فرمی که هست در اینجا کاپی پیست میکنیم. به مدیریت سایت، چون بخشایی که اینجا هست مدیریت روابط عمومی، مدیریت مرکز فناوری اطلاعات، به مدیریت سایت ارسال میکنیم این پیام رو از ایمیل live@vesalfa.tv و اینم کد امنیتی که اینجا گذاشتن و ارسال. برای کد رو دوباره وارد میکنیم. اطلاعات مورد نظر شما در سیستم ثبت گردید. از شما متشکریم. احمد جان این پیام رو نشون بدید. بله، این پیام هم به دفتر ایشون به مدیریت سایتشون ارسال شد و هم به ایمیل رسمی آقای آیت الله ناصر مکارم شیرازی. اینم صفحه سایت این مرجع شیعه. تشکر میکنم احمد آقای گل. جناب استاد پیام رو فرستادین برای آقای ناصر مکارم شیرازی. اگر سخنی با ایشون دارید، که گرچه ما این یقین رو داریم که من پیشاپیش عرض کنم خدمت بینندگان، چون در مورد آیت الله شیعه من آدم متشائمی هستم برخلاف شما که متفائل هستید. من یقین دارم که ایشون جواب نخواهد داد و این شهامت و مردانگی رو من نه در مکارم شیرازی و نه در غیر ایشون سراغ دارم و این یقین رو من دارم که ایشون نه میاد نه جواب میده و نه سباب چه که نیمباب هم انتخاب نمیکنه. من برخلاف شما همونگونه که فرمودید، من انشالله امیدوار هستم که پاسخ بدم، زیرا که هدف من تو این برنامه ها یعنی سوگند نخوردم، اما این مرتبه میگم والله هدف ما غیر از بیان حقیقت برای عموم شیعه و سنی چیزی دیگر نیست. به این خاطر هم علمایی رو انتخاب کردیم که در باب نقد وهابیت تألیفاتی رو داشته باشند و بیشتر از همه مطرح باشند، با کمال احترام و با همون القابی که خودشون دوست دارند و محبینشون دوست دارند با همون القابشون رو خطاب کردیم و به جای اینکه در واقع به یک نفر این پیام رو بفرستیم، انشالله به 3 نفر میفرستیم از علما و مراجع بزرگ شیعه، هم ایشون و هم آیت الله العظما جعفر سبحانی و هم آیت الله نجم‌الدین طبسی که عرض کردم در این زمینه فعالیت‌های زیادی رو در رد وهابیت نوشتن و هدف ما این است که یک انطباقی باشد و یک در واقع بررسی باشد و نتیجهش انطباق عقاید امامان شیعه با عقیده محمد ابن عبدالوهاب است. این کتاب توحید رو ما که عرض کردم قبلا که مجموعه عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه است، ما این رو باب به باب بررسی میکنیم. البته ناگفته نماند کتاب‌هایی رو که این عزیزان نوشتن
جناب آیت الله مکارم شیرازی و همچنین جعفر سبحانی، این دو نفر رو حداقل من کتاب‌هایشون رو به صورت کامل خوندم و مطالعه کردم. البته کتاب‌های آقای طبسی رو کامل مطالعه نکردم، فقط بخش‌هایی رو نگاه کردم که این مثل هم هستن. این انشالله در لابلای برنامه‌ها خدمت بینندگان عزیز من عرض خواهم کرد. و هدف از ارسال این پیام این هست که مواردی رو که تضاد بیشتری با عقیده وهابیت دارد به عنوان تیتروار ما بدونیم که کدوم مسائل از دیدگاه شیعه تفاوت بیشتری رو دارد، 1، 2، 3. و این پیام رو به 3 نفر از علمای شیعه ما فرستادیم که حداقل اگر هر یک از این بزرگواران بیان و 3 مسئله رو مطرح بکنن، ما 9 تا مسئله داریم که بیشترین تضاد را در واقع بیان میکنن در میان عقیده امامان شیعه و عقیده محمد ابن عبدالوهاب که ما بر اساس این ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. جوابی که این بزرگواران بدهند به صورت کامل و با شرایطی که بنده عرض کردم در این نامه، ان شاء الله در خدمت بینندگان عزیز ما 1 به 1 اون خط به خط اون پیامی رو که پاسخ بدن ان شاء الله خدمت بینندگان عزیز مطالعه خواهیم کرد، بررسی و نقد و تحلیل ان شاء الله خواهیم کرد تا اینکه حقیقت برای تمام بینندگان عزیز ان شاء الله واضح و آشکار بشود. و ان شاء الله من امیدوار هستم که از 3 نفرشون حداقل 1 نفرم که پاسخ بدن کافی نیست البته، چون که ما هدف ما این بوده که به جواب بیشتر و قویتر و محکمتری برسیم. البته اگر هر 3 نفرشون جمع بشوند و یک خطاب مشترکی رو بنویسند و امضا بکنند، باز هم ما حرفی رو در واقع نداریم و از این بزرگواران ان شاء الله خواهیم پذیرفت و این قول را به شما خواهیم داد که هر جوابی که این بزرگواران دادند به صورت کامل خدمت شما نمایش بدهیم و مطرح بکنیم. جزاکم الله خیر. البته یک نکته دیگر رو من اینجا عرض کنم که اینا به قول عربا لف و دوران زیاد بلدن، یعنی دور زدن و حالا افغان ها میگن حرامزادگی. شاید که فردا بیان میخندین دوستان. البته به اون معنی نیست که یعنی در ایران برداشت میشه، در افغانستان و در این مناطق حرامزاده به کسی میگن که خیلی آدم زیرک و چالاکی باشه، سعی بکنه که مردم رو فریب بده و اینا در این مسائل استادن. حالا فردا اگر یکی از این نوچهای اینا آمد و یک برنامه‌ای گذاشت و سر و صدا راه انداختن که ما جواب میدیم و وهابیت فلان الان، آیا اینم پذیرفته است از طرف یا شخصا خودشون؟ نه، شخصا خودشون جواب بدن، چون که بحث ما یک بحث علمی هست و کسانی که در این زمینه تخصص دارن. این بزرگوارانی که عرض کردم هر یکی چندین کتاب در باب رد وهابیت نوشتند. میتونند که بگند که اگر که کتاباشون ملاک هست به ما آدرس بدند که من در کتاب خودم این مسائل رو مطرح کردم. اگر واقعا یعنی مطابق با خواسته هایی هست که بنده در این نامه مطرح کردم که نیست، من کتابایشون رو مطالعه کردم و خصوصا آیین وهابیت جعفر سبحانی رو من چند مرتبه مطالعه کردم، نه یک مرتبه. من با این کتاب داستان خیلی قدیمی رو دارم. آیین وهابیت آقای جعفر سبحانی رو زمانی من مطالعه کردم که در حوزه علمی من طلبه بودم، اینو من مطالعه کردم و حتی متاسفانه بسیاری از افراد هم چه بسا که از کتاب ایشون هم متاثر شده بودن. من اینو به عنوان یک خاطره عرض میکنم که یکی از علمای بلوچستان دفتر نهاد رهبری از ایشون خواسته بود که در مورد وهابیت مطلبی رو بیان بکنند و اعلامیه رو صادر بکنند و ایشون هم یک مطلبی رو که خلاف واقع بود، یعنی نشانه از یعنی عدم آشنایی با اصل وهابیت و با اصطلاح وهابیت بود، ایشون یک پیامی رو دادند که زیاد جالب نبود و من خودم شخصا از ایشون سوال کردم که این پیام رو و این مطالب رو شما از کجا گرفتید در مورد وهابیت که مطرح کردید؟ ایشون گفت که من هرچی گشتم در این باره منبعی رو پیدا نکردم، مراجعه کردم به کتاب آیت الله جعفر سبحانی و از این کتاب من مطالبی رو آماده کردم و بیان کردم و این کتاب رو در اون زمان من خریداری کردم و چند مرتبه مطالعه کردم. الان هم دارم، در اینجا همراه من هست، انشالله که در برنامه‌های بعدی رو خدمت بینندگان عزیز من نمایش خواهم داد و خصوصا مسائلی رو که آقای آیت الله ناصر مکارم مطرح کردند، مسائلی رو که آقای سبحانی مطرح کردند، آقای طبسی مطرح کردند، تمام اینها رو من به صورت کامل و مجزا اینها رو طبقه بندی کردم و جداگانه پیش من آماده هست. اما من میخوام که ببینم که ایشون کدوم یک از این مسائل را که در این کتاب خودشون مطرح کردن میان به عنوان تضاد بیشتر و مهمترین تفاوت‌های عقیده وهابیت
وهابیت با امامان شیعه میدونند، اونم با اون قیدهایی که در نامه در واقع مطرح شده. امیدوار هستم که پاسخ واضح و آشکاری رو انشالله بدند که ما این رو با صداقت تمام خدمت بینندگان عزیز هم عرض بکنیم و نمایش بدیم. جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز گرامی، دومین آیت اللهی که بیشترین تالیفات و مقالات و کتاب‌ها و دشمنی رو با به قول خودشون عقیده وهابیت داره، آیت الله جعفر سبحانی است. سری میزنیم به پیامی که برای این شخص نوشتیم. دقیقا همون پیامی است که برای مکارم شیرازی است. در همون صفحه بسم الله الرحمن الرحیم خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما جعفر سبحانی دامت حفاظاتهم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تالیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب توحید، مهمترین تالیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید. برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال: 1 صریح، 2 صحیح، 3 بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه و ایمیل برنامه live@wisalfa.tv. تشکر احمد جان. سری زدیم به سایت این آخوند آقای آیت الله جعفر سبحانی. این سایت ایشون است: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی. شما فقط اگر یک سری به مطالب این سایت ایشون بزنید: محمد ابن عبدالوهاب مجدد افکار ابن تیمیه در قرن 12، شرک در عبادت و مسائل مختلف که بیشتر جنبه رد به قول خودشون وهابیت داره. اکثر کتاب هاشون هم در مورد این مسائل هست. پاسخ به شبهات و مسائل دیگه. در این قسمت صفحه ارتباط با ما، از اینجا وقتی کلیک بکنید باز میشه صفحه ارتباط با ما. برای تماس با ما میتوانید از طریق ایمیل زیر اقدام نمایید. ما هم این ایمیل رو از اینجا گرفتیم و نسخش میکنیم و اینجا info@shia.ir پیام از برنامه امامان وهابی شیعه شبکه جهانی وصال حق. دقیقاً همین پیامی که خدمت شما بزرگواران قرائت کردم و نسخه ای هم از PDF این پیام به صورت رنگه در اینجا آپلود شده که برای ایشون ارسال میشه. این پیامم برای آقای آیت الله العظما جعفر سبحانی ارسال شد. جناب استاد، بنده عرض کردم که 3 مورد از موارد کتاب توحید را ایشون مطرح بکنند و اگر بزرگواری بفرمایند، حوصله داشته باشند، یعنی ابواب بیشتری رو مطرح بکنند که حقیقت بیشتر واضح و آشکار بشه که آیا عقیده وهابیت با عقیده ائمه شیعه تفاوت دارد یا ندارد. من سپاسگزار این بزرگواران شیعه انشالله خواهم بود و این در میزان حسناتشون انشالله که قرار بگیره و حداقل این 3 باب رو اگر معرفی کردند یا بررسی کردند باز هم از ایشون انشالله که میپذیریم و مبنای مطالبی خواهد بود که در برنامه‌های بعدی انشالله خدمت بینندگان عرض خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشالله برمیگردیم دوباره در استودیو با ادامه برنامه و انشالله پیامی هم به ایمیل
آقای آیت الله العظما نجم الدین طبسی هم ارسال خواهیم کرد. با ما همراه باشید. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. بینندگان عزیز و گرامی، پیامی که برای آیت الله جعفر صبحانی هم فرستاده بودیم الحمدلله ارسال شد. احمد جان اگر که بتونید این صفحه رو نشون بدید. این دقیقاً اون پیامی است که خدمت شما خوندم. اینم نسخه PDF این پیام اینجا آپلود شده و این پیام الحمدلله ارسال شد از برنامه زنده وصال حق live@visalfa.tv به info@shia.ir. ایمیل ایشون تاریخ اول اکتبر ساعت 8:56 به وقت مکه مکرمه خدمت این آخوند شیعه آیت الله العظما جعفر صبحانی این پیام ارسال شد که انشالله برای آیت الله نجم الدین طبسی هم ارسال خواهیم کرد و ما انشالله 1 ماه 2 ماه 3 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه 1 سال انشالله تا پایان برنامه امامان وهابی شیعه منتظر پاسخ اینا خواهیم ماند. امیدواریم که همونطوری که عرض کردم این شجاعت و مردانگی رو داشته باشن که تماس بگیرن. به هر صورت جناب استاد، روش هایی که اینا دارن در مبارزه، میدونید باطل برای از بین بردن حق به فکر باطل خودشون از هر روشی استفاده میکنن، از شهوت، از جنس، از پول، از قدرت، از منصب، از دروغ، از تلبیس، از خیانت. روش هایی که دشمنان دعوت توحید به نام وهابیت بر علیه این دعوت استفاده کردن و چطور مبارزه کردن را اگر مختصرا بفرمایید. گرچه این سوالم مهم هست اما نقطه دیگری من مد نظرم هست که انشالله بیان بکنم که مهمتر از این انشالله خواهد بود. منتها این مطلب را به صورت مختصر خدمت بینندگان عزیز من اشاره می کنم. روش هایی که مخالفین در پیش گرفتن برای بعد جلوه دادن دعوت توحیدی شیخ محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و عموما عقیده اهل سنت و الجماعت روش های متعددی هست، اما روش هایی رو که بنده خودم رصد کردم در مطالعه کتابه ها و ردی هایی که بر محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه نوشته شده، چند مورد رو خدمت بینندگان عزیز عرض می کنم و در برنامه های دیگر مواردی که مصداق این موارد رو انشالله خدمت شما بینندگان به صورت گسترده تر مطرح خواهیم کرد. اولین روش دروغ و تزویر هست که با دروغ میخواهند که این دعوت توحیدی محمد ابن عبدالوهاب رو در واقع بدنام بکنند و همچنین دعوت شیخ ابن تیمیه رحمت الله علیه رو به طور مثال مثلا میگویند که محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه قائل به تشبیه بودند، قائل به تجسیم بودند. دروغ‌هایی رو در این زمینه افرادی مانند ابن بطوطه و دیگران بستند به شیخ الاسلام ابن تیمیه و همچنین بعدها به محمد ابن عبدالوهاب که ان شاءالله به صورت مفصل تمامی این شبهات خدمت شما بینندگان عزیز مطرح خواهیم کرد. مثلا گفتند که ابن تیمیه قائل به وحدت الوجود بوده، مانند مطلبی که زاهد کوثری در مقالات خودش نسبت داده و دروغ‌های دیگری که در این زمینه ثبت شده و هست. و مورد دیگر تلبیس و تدلیس و سیاه نمایی هست. متاسفانه که تمام کسانی که در رد وهابیت کتاب نوشتند از این روش استفاده می کنند، امثال قطع و برید کردن عبارات شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و دیگر کسانی که در باب عقیده کتاب نوشتند.
و روش دیگری که دارند نسبت نوآوری و پا را فراتر از اجماع گذاشتن هست. این یک تهمتی هست که میزنند به محمد ابن عبدالوهاب و به ابن تیمیه رحمت الله علیه. به طور مثال مثلا میگویند که اولین کسی که سفر به طرف قبور را، سفر زیارت قبر را ممنوع کرده محمد ابن عبدالوهاب بوده یا ابن تیمیه رحمت الله علیه بوده، یا اولین کسی که قائل به توسل نیست، توسل به صالحان را رد کرده، اولین کسی که این مطلب را گفته ابن تیمیه هست. و اینها دروغهایی هست و که با واقعیت هیچ گونه سنخیتی رو ندارد که انشاءالله نمونه های بیشتری رو خدمت بینندگان عزیز من بیان خواهم کرد. و یکی دیگر از روش های مخالفان دعوت اصلاحی محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه این است که همیشه سعی می کنند که از کتابه های دیگران مرجع بدهند. شیخ الاسلام ابن تیمیه 300 تا بالغ بر 300 تا کتاب نوشتند و بیشترین کتابهایشون هم در باب عقیده هست و در دفاع از عقیده اهل سنت و الجماعت است. اما کسانی که مستقیما از کتابهای ابن تیمیه آدرس میدن خیلی کم و نادر هستند. اون نادرش هم یا دروغ هست یا قطع و برید کردن عبارات هست که انشالله این نقده ها رو خدمت شما ما کاملا نقد خواهیم کرد. و متاسفانه معاصرینی که امروزه وجود دارند و در نقد وهابیت کتاب نوشتن فقط همون مطالب قبلی ها را، کسانی را که معاصر ابن تیمیه بودند اونها را نشخوار میکنند و به اضافه یک سوء فهم بیشتری که در این زمینه داشتند یا سوء قصدی که دارند در این زمینه یا با فحاشی بیشتری این مطالب را بیان میکنند و هیچ گونه رد علمی که واقعا وزن و ارزشی رو داشته باشه متاسفانه در ردیه هایی که علیه ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب نوشته شده ما نداریم که این ردودی رو که در این زمینه نوشته انشاءالله در طول این برنامه ها خدمت شما عزیزان انشاءالله به صورت مفصل مطرح خواهیم کرد. و یکی دیگر از روش های باطلی که دارند الزامات باطلی هست که به ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه میزنند که این الزامات خودش باطل هست. به طور مثال مثلا میگویند که وقتی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه محمد ابن عبدالوهاب میگویند که توسل به مردگان جایز نیست، عقیدهشون هست توسل به مردگان جایز نیست، اومدن مخالفین ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب میگویند که یعنی این که محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه با اولیای الله دشمنند، با صالحان و نیکوکاران در واقع دشمنند. وقتی که ایشان میگویند که سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز نیست و مواردی رو در این زمینه ذکر کردن، اینو گفتند که مساوی هست با مخالفت و دشمنی با رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا وقتی که مثلا ابن تیمیه یا محمد ابن عبدالوهاب میگویند که هر صفتی رو که الله متعال در قرآن کریم برای خودش اثبات کرده ما بدون تعویل و بدون تحریف و بدون تمثیل و بدون تعطیل این صفت رو برای الله قائل هستیم. اینا گفتند که بله این معنیش این است که قائل به تجسیم بودن و مکانی رو برای الله متعال قائل هستند و حیز و بقیه مسائلی رو که در این زمینه مطرح کردن. و آخرین روش هم که همین روش فحاشی کردن و دشنام دادن هست که متاسفانه دشمنان دعوت توهین رو در پیش گرفتن. اما موضوع دیگری که در این زمینه هست جناب استاد من خیلی معذرت میخوام به خاطر این ایمیل آقای نجم الدین طبسی رو من آماده کردم. دوستان عزیز پیامی رو که من عذر میخوام از شما جناب استاد این رو بفرستیم که من خیلی متحمس هستم که زودتر اینا پاسخ بدن، گرچه همونطور که خدمتتون عرض کردم این قومی که من میشناسم خدا خیر کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دام ظله. السلام علیکم. عرض بکنم که القابی که برای این مراجع شیعه انتخاب کردن دقیقاً همون چیزی هست که در خود سایتاشون نوشته شده. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دام ظله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب توحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید.
و برای اینکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال: 1. صریح، 2. صحیح، 3. بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه، ایمیل برنامه هم live@vesalfa.tv. این پیامی بود که برای نجم الدین طبسی، یکی از آیاتی که همانطوری که عرض کردیم بیشترین تعریفات رو در باب وهابیت به قول خودشون و رد این دین یا آیینی که ادعا میکنن پیروان اون افکار عجیب و غریبی دارن نوشته و سایتش رو هم خدمتتون نشون بدم که این سایت ایشون هست: پایگاه رسمی اطلاع رسانی آیت الله شیخ نجم الدین طبسی دام ظله. اینجا بخش پرسش و پاسخ و رسانه و غیره. در اینجا ارتباط با ما، وقتی که روی این کلیک بکنیم میره این صفحه ارتباط با آقای طبسی. نوشته که جهت ارتباط مستقیم با حضرت آیت الله نجم الدین طبسی و با مدیر وبسایت ولای صدیقه از ایمیل های زیر استفاده نمایید. ارتباط با آیت الله طبسی، این ایمیلش tabasi.najmuddin@gmail.com. ارتباط با مدیر وبسایت ولای صدیقه info.wala@gmail.com. ما هر دو تا این ایمیل ها رو از اینجا کاپی میکنیم و در اینجا احمد جان این صفحه رو نشون بده: tabasi.najmuddin@gmail.com. این ایمیل ایشون هست، قم ایران، و اینم ایمیل info.vela@gmail.com مدیر وبسایتیشون. پیام از برنامه امامان وهابی شیعه شبکه جانی وصال حق، اینم همون پیام و اینم نسخه PDF پیام که خدمتتون نشون دادیم و الان ارسال میکنیم این پیام رو برای جناب ایشون. خب پیام ارسال شد به آقای نجم الدین طبسی. احمد جان این صفحه رو نشون بده: پیام از برنامه امامان وهابی شیعه شبکه جانی وصال حق به tabasi.najmuddin@gmail.com info.vela@gmail.com. تاریخ ارسال اول اکتبر ساعت 9:09 به وقت مکه مکرمه. موضوع: پیام از برنامه امامان وهابی شیعه شبکه جانی وصال حق. این پیام هم برای ایشون هنوز 1 دقیقه هم نشده که ارسال شد. اینم تصویر پیام خدمت شما عزیزان. تشکر. کارگردان عزیز برنامه، جناب استاد مطلب دیگر. این مطلب چون که اهمیت خیلی زیادی رو داره، من قبلا عرض کردم که عقیده محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه رحمت الله علیهم هیچ تفاوتی با عقیده جمهور اهل سنت و الجماعت و ائمه چهارگانه اهل سنت و الجماعت و محدثین ندارد و دقیقاً یکی هست و همچنین با عقیده امامان شیعه یکی هست، هیچ گونه تفاوتی رو ندارد و شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه هیچ مطلبی رو خلاف قرآن و سنت و اجماع اهل سنت نگفتند. اگر شما ثابت کردید که مطلبی رو خلاف اجماع اهل سنت و الجماعت گفته باشند و ثابت شده باشد، ما عقیده محمد ابن عبدالوهاب رو و شیخ الاسلام ابن تیمیه رو در این زمینه رد میکنیم و برای ما قابل قبول نیست، گرچه ما این رو معتقد هستیم و جز باورهای ما هست که غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کسی معصوم نیست.
به استثنای شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم که هرچی فرمودن برای ما قابل قبول هست. غیر از ایشون حتی صحابه بزرگوار رسول الله ابوبکر، عمر، عثمان و علی و بقیه بزرگواران و ائمه را ما به هیچ عنوان معصوم نمی‌داریم. قول همهشون قابل رد و قابل اخذ هست. مطلبی رو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتاب خودشون بارها اعلام کردن، هم ابن تیمیه و هم محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، که من موارد زیادی رو انتخاب کردم. یکی دو مورد رو خدمت شما عزیزان ان شاء الله مطرح میکنم. ایشون در کتاب الرد علی الاخنائی مطلبی رو گفتن. این دو تا کتاب هست، تلخیص کتاب الاستغاثه هست مربوط به رد بر بکری و تقی الدین ابوالعباس احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه، و در حاشیه‌اش کتاب دیگری وجود داره، کتاب الرد علی الاخنائی و استحباب زیارت خیر البریه از زیارت الشرعیه لشیخ الاسلام ابن تیمیه ایضا، مکتبه ابن تیمیه رحمت الله علیه این کتاب رو چاپ کردن. این در این کتاب یعنی در رد بر اخنائی که خود اینو مفصلا ان شاء الله یک از موضوعات یعنی چندین برنامه ها ما ان شاء الله خواهد به زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما صرفا یک مطلبی رو من در اینجا اشاره میکنم دوستان اگر اینو نمایش بدن، که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه اعلام کرده که در هر جایی که من مطلبی رو بیان کردم حتما بر اساس قول یک امامی که قبل از من بوده حرف زدم. حرفی رو من از جانب خودم به هیچ عنوان مطرح نکردم. ایشان میگه الوجه الثامن، وجه هشتم، که آقای اخنائی ادعا کرده که ابن تیمیه رحمت الله علیه بر خلاف اجماع مسلمانان حرفی رو و عقیده رو بیان کرده. ایشون این مطلب رو رد میکنن و در وجه هشتم میگن که ان المجیب ولله الحمد، پاسخ گوینده یعنی خود ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه الحمدلله که لم یقل قط فی مسئله الا بقول قد سبقه، در هیچ مسئله من حرفی رو نزدم مگر این که قبل از من کسی اون حرف رو زده باشد. الیه العلماء، که قبل از من علما این حرف رو زده باشند. فان کان قد یخطر له و یتوجه له فلا یقوله و ینصره، حتی ابن تیمیه اگر چیزی به ذهنش برسد، یک مطلبی برایش واضح و آشکار بشود، از خودش داره صحبت میکنند، الا این هم نمیگه فان کان قد یخطر له و یتوجه له فلا یقوله، حرفی رو که به دلش بیاد و برای از دیدگاه خودش وجیه باشه، قابل بیان باشه، اینو بیان نمیکند و این نصرت نمیدهد، این حرف رو بیان نمی کند الا اذا عرف انه قد قاله بعض العلماء كما قال الامام احمد، مگر در صورتی که مطمئن باشد که قبل از من کسانی این حرف رو زدند، این حرف رو میزنند و در غیر این صورت این حرفی رو بیان نمی کند. امام احمد فرمودند ایاک ان تتکلم فی مسئله لیس لك فیها امام، مواظب باش حرفی رو که تا حالا کسی نزده تو نزن. یعنی یک حرف جدیدی رو، عقیده جدیدی رو، یک بدعت جدید رو مواظب باش که چون این حرفی رو نزده باشید. میگوید که فمن کان یسلک هذا المسلک، کسی که روشش این باشه که حتما مواظب است که حرفی رو که قبلا زده نشده خودش برای اولین بار این حرف رو مطرح نکند. کیف یقول قولا یخرق به اجماع المسلمین، چون این شخصی چگونه ممکن است که برخلاف اجماع مسلمانان حرفی را بزند. و هو لا یقول الا ما سبقه الیه علماء المسلمین، در صورتی که روشش این است که فقط حرفایی رو که علمای مسلمین گذشته سلف صالح زدن ایشون اون حرفها رو میزند، بیان میکند و با قوت اینو مطرح میکنند. اما حرفی که علمای سلف این رو بیان نکردن به هیچ عنوان ایشون بیان نمیکنند. آیا امکان دارد چنین شخصی برخلاف اجماع صحبتی رو بکند؟ وقتی که حرفی رو بدون مستند که قبل از اون کسی نگفته نمیگوید، چگونه ممکن است که چون شخصی برخلاف تمام علمای امت بیاد یک حرفی رو مطرح بکنه؟ که این ان شاء الله در عقایدش که اینو مطرح میکنیم ملزم هست ابن تیمیه که این رو برای شما در واقع ثابت بکند و این رو هم ما برای شما از کتاب ابن تیمیه رحمت الله علیه بیان میکنیم. نکته جالب دیگری که خیلی زیاد هست، من فقط یکی از این نکات رو که در اینجا یادداشت کردم، یکی از این نکات رو خدمت بینندگان عرض میکنم. کتاب مجموع فتاوای شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه هست قدس الله روحه، جمع و ترتیب فقیر الی الله عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم عاصمی النجدی الحنبلی رحمه الله و ساعده ابنه محمد وفقه الله، کتاب مجمل اعتقاد سلفی. این کتاب از مجموعه فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه جلد سوم این کتاب هست. در اینجا یک مطلب جالبی رو گفتن، گرچه مطالب جالبی خیلی زیادی در اینجا هست که من علامت گذاری کردم، این یک مطلب رو من خدمت بینندگان عرض میکنم. ایشون در باب
کتابی که نوشتن درباره عقیده واسطیه، مناظراتی صورت میگیره و ایشون میاد اون مناظرات رو تعریف میکنه که انشالله به صورت مفصل خود کتاب رو معرفی میکنیم، مطالبی رو که گفته مطرح میکنیم. میگه که منو به محاکمه کشیدند که این حرفی رو که تو زدی چرا این کتاب رو نوشتی، کتاب واسیه رو. میگه من بهشون گفتم خب عقیده از قرآن گرفتیم، از سنت گرفتیم. میگه حاکم اون زمان که بود به من گفت که خب تو بگو که این عقیده امام احمد، من بر اساس عقیده مذهب خودم یک کتاب نوشتم و قائل ختم بشه دیگه. تو حنبلی هستی، بر اساس عقیده امام احمد ابن حنبل کتابی رو نوشتی و ما هم از تو قبول داریم دیگه، جلسه تمام بشه، محاکمه دیگه این پرونده رو ببندیم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در جوابش میگه که فقلت، من در جواب گفتم که ما جمعت الا عقیدة السلف الصالح جمیعهم، من جمع نکردم در این کتاب خود مگر عقیده سلف صالح رو، همهشون رو، عقیده همهشون هست. لیس للامام احمد اختصاص بهذا، این کتابی که من نوشتم عقیده واسیه تنها عقیده امام احمد نیست، عقیده تمام ائمه دیگر هست. والامام احمد انما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلی الله علیه و سلم، این حرفی که امام احمد گفته ایشون فقط مبلغ هستند، روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نقل کرده. ولو قال احمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به رسول لم نقبله و هذه عقیده محمد صلی الله علیه و سلم. میگه حرفی رو که امام احمد ابن حنبل گفته امام مذهب ماست، اما اگر حرفی رو بزنه که خدا و رسول نگفتن ما قبولش نداریم. منم اعلام میکنم حرفی رو که ابن تیمیه بزند مخالف با قرآن و سنت و اجماع امت باشه ما اونو قبول نداریم. از این صداقت بیشتر چی میخوام؟ جالب این است که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه مطلبی رو گفته که من اینو عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. و قلت مرات، من چندین مرتبه گفتم، بارها گفتم و میگویم، قد امهلت کل من خالفنی فی شیء منها 3 سنین، هر کسی که با من در باب عقیده مخالف هست، خلاف حرف من عقیده دارد، من به اون 3 سال وقت دادم، هر کسی که مخالف من هست. فإن جاء بحرف واحد عن احد من القرون الثلاثه، اگر یک حرفی رو آورد در ضد حرف من از یکی از ائمه قرون ثلاثه، یعنی سلف صالح ما 300 سال اول، بله، التي اثنى الله عليها النبي صلی الله علیه و سلم، اون قرونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره اونها میفرماد که خیر القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اگر هر کسی یک حرفی در خلاف حرف من آورد از قرون مفضله، یخالف ما ذکرتو، برخلاف اون چیزی باشه که من گفتم، فانا ارجع عن ذلك، من به شما قول میدم که از اون حرف من بازگردم. اما کسی در حیات ابن تیمیه رحمت الله علیه، نه تنها در اون سال که ایشون این کتاب رو در سال 705 نوشتن، یعنی در حدود 20 سال دیگری تقریبا که ایشون زنده بودن، 20 خورده سال، کسی این پاسخ رو نداد به ایشون. این 3 سال تبدیل به 20 اندی سال شد اما کسی پاسخ نداد. باز ما اعلام میکنیم که اگر این بزرگواران شیعه که بهشون خطاب نوشتیم، ایمیل نوشتیم، اگر کسی اومد ثابت کرد که حرف ابن تیمیه خلاف قرآن و سنت و اجماع امت هست، برخلاف اجماع سلف صالح اهل سنت و الجماعت، ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت هست، ما قول میدیم که از این عقیده برگردیم و این برنامه رو کلا تعطیل بکنیم. عین همین حرفها رو شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در واقع زدم که من فقط یک موردی رو به خاطر اینکه به خاطر ضیق وقت خدمت بینندگان عزیز ان شاء الله معرفی میکنم و مطالب دیگر رو ان شاء الله میگذاریم به موارد دیگر و به اوقات دیگری که بیان بکنیم. من چندین مورد اینو علامت گذاری کردم. این مورد هست. ایشون در نامه شماره 8 شون این کتاب رو معرفی بکنم خدمت بینندگان. مجموع مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه رحمه الله و عجل له الاجر و الثواب، 4 قواعد تدور الاحکام علیها و یلیها نبذة فی اتباع النصوص مع احترام العلماء. این کتاب هست و از مجموعه مؤلفات ایشون جلد 3 این کتاب هست و در بخش رسایل شخصیشون در صفحه 30 و 31 نامه 8 هست، الرسالة الثامنه، نامه 8 که ایشان نوشتن
و به این عنوان الذي يعلم من وقف عليه من الاخوان المتبعين محمد صلی الله علیه وسلم ان ابن سیاح سألني عما ينسب الي فطلب مني ان اكتب الجواب فكتبته. ایشون از من خواستند ابن سیاح که مطالبی به شما نسبت داده میشه، جواب شما در این زمینه چه هست. ایشون گفتند که و بالجمله فالذي انكره الاعتقاد في غیر الله مما لا يجوز لغيره. این چیزی که من اون رو رد میکنم، با اون مبارزه میکنم، معتقد بودن در اعتقادی هست درباره غیر الله، اون چیزی که برای جایز نیست. این هر کسی که در مورد اعتقادی داشته باشه در غیر الله، در موردی که خاص الله متعال هست، اینو نسبت بده به غیر الله، من با این مخالفم و با اون مبارزه میکنم. در ادامه همون حرفی رو که ابن تیمیه گفته با تعبیری دیگر شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگه فإن كنت قلته من عندي فرمی به. اگر حرف رو من زدم، فقط من گفتم این حرف رو، تنها از جانب من هست، اونو به دیوار بزن. اگر حرف من بود به دیوار بزن. او من کتاب لقیته لیس علیه عمل فرمی به كذلك. اگر من به یک کتابی آدرس دادم که مسلمانان اون کتاب قبول نداشتند، بازم این حرف رو با اون کتاب به دیوار بزن، قبولش نکن. او نقلت عن اهل مذهبی فرمی به. اگر این رو من از اهل مذهب خودم، این حنبلی ها نقل کردم، بازم به دیوار بزن. اگر تو مذهب دیگری داری قبول نکن، اگر من حرف مذهب احمد بن حنبل رو گفتم. و ان كنت قلته عن امر الله و رسوله. اما اگر من قول الله رو گفتم، قول رسول الله رو گفتم، و اما اجمع علیه العلماء فی کل مذهب، و اگر قول مجمع علیه و متفق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت رو گفتم، فلا ينبغي للرجل یؤمن بالله والیوم الاخر ان یعرض عنه. پس هیچ کسی که ایمان داشته باشه به الله و روز قیامت، برای شایسته نیست که از قول الله و رسول و اجماع امت روی گردانی بکنه. لاجل اهل زمانی، به خاطر اینکه اهل زمان نمیدونم صوفی اند و مخالف وهابیت اند و در واقع انگاه دیگری که میزنن، او اهل بلده و ان اکثر الناس فی زمانی اعرضوا عنه. به خاطر اینکه اکثریت مخالفن، نباید قرآن و حدیث و اجماع امت را به دیوار بزنند. و در ادامه همین مطلب میگه که و نختم هذا الكتاب بکلمه واحده. آخر این کتاب رو، نامه رو، من با یک کلمه ختم میکنم، و هی ان اقول یا عباد الله. دعوت ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب این است: یا عباد الله، ای بندگان الله، لا تطیعونی، از من اطاعت نکنید، ولا تفکروا، اصلا تو این هم فکر نکنید که من مرده شما باشم، واسالوا اهل العلم من کل مذهب عما قال الله و رسوله. برید پیش علمای مذهب خودتون بگید که در این زمینه الله و رسول چی گفتن، از اونا اتباع بکنید. نه از من و نه از مذهب من و نه از کتاب من اتباع نکنید. مرجع قرآن هست، سنت هست و اجماع اهل سنت و جماعت هست. و مبنای ما در این برنامه و بررسی عقیده محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و ائمه شیعه همین موردی هست که این بزرگواران در واقع بیان کردن و از این ما فراتر نمیگذاریم. جزاکم الله خیر. خب بینندگان عزیز گرامی، اولین قسمت برنامه امامان وهابی شیعه بود. یک کمی از وقت هم گذشت، ما حدود 20 دقیقه 23 دقیقه بیشتر رفتیم. انشالله از هفته آینده مدت این برنامه 90 دقیقه خواهد بود و انشالله سعی خواهیم کرد در هر قسمت وقتی رو اختصاص بدیم برای تماس‌های بینندگان عزیز و گرامی. علت مخالفت با عقیده امام محمد بن عبدالوهاب، گروه هایی که مخالف هستند با دعوت ایشون، روش های مبارزه مخالفین با دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب، مبنای عقیده محمد بن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه موضوعاتی بود که در این برنامه به اون پرداخته شد و همچنین به 3 تن از آیات عظام شیعه که بیشترین دشمنی و بیشترین تعریفات و بیشترین مقالات و بیشترین سخنرانی ها و برنامه ها و کنفرانس ها و انجمن ها رو در مورد به اصطلاح خودشون عقیده وهابیت داشتن، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله نجم الدین طبسی نامه‌ای فرستادیم و از اونها دعوت کردیم که 3 باب از ابواب کتاب توحید که مهمترین تالیف اعتقادی شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب است رو انتخاب بکنن و نکاتی که در تعارض با عقیده امامان شیعه داره رو روشن بکنن تا بتونیم ما هم در این برنامه ثابت بکنیم که این
کتاب و این عقیده تعارضی با عقیده علی ابن ابی طالب تا حسن عسکری رضی الله عنه اجمعین نداره. انشالله در هفته‌های آینده وارد بحث‌های عمیقی خواهیم شد در کتاب توحید و عقیده امامان وهابی شیعه و وقت کاملا به پایان رسیده، بلکه 25 دقیقه هم گذشته. فقط هدف اینه که این بزرگواران عقیده امامان شیعه رو مطرح بکنن، عقیده خودشون رو که ما میدونیم، عقیده قبر پرستی که از دعوت به بدعات و خرافات هست، ما اینو نمیخوایم. ما نظر شخصی آیت الله مکارم شیرازی، جعفر سبحانی یا بقیه علمای معاصر شیعه رو نمیخوایم، ما نظر ائمه شیعه رو میخوایم و در این نامه هم قید کردم، ان شاء الله ببینیم که چه خواهد شد. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از شما حضرت استاد و تشکر میکنم از تک تک عزیزانمون در شبکه جانی وصال حق که با ما همکاری کردن در تهیه این برنامه، از طراحان این استودیوی زیبایی که ما داریم صحبت میکنیم با شما عزیزان، از تیتر برنامه که در بخش گرافیک آماده کردن عزیزانمون، از کارگردان خوب و دوست داشتنی احمد جان که با صبر و حوصله در هر برنامه ما رو تحمل میکنه و از همه عزیزان در اتاق فرمان، در استودیو، در بخش گرافیک شبکه، در بخش علمی شبکه، در بخش پژوهش و پیگیری و در بخش رابطه عمومی شبکه که اخبار و اعلانات برنامه رو پخش کردن و از تک تک شما عزیزانی که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید کمال سپاس و تشکر را دارم. تا هفته آینده که باز هم با برنامه امامان وهابی شیعه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.